دادگاه نوع شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان ساکن 47 ساله دهه برچید این نوعیه خورسند پیروزوف را با جرم می دعوت‌باشی به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرد. رئیست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 5 اپریل سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که ساکن برچید را بر اساس شکایت همسرش جزا دادند. میلیسیای بدخشان در شرح این قضیه گفت در اساس مراجعت یک نفر زن ساکن دهه برچید نوع شغنان معین کرده شد که شهروند پیروزوف خورسند سال تولدش 1977 ساکن سروغه بولو ذکر گردیده عائله دار صاحب 2 فرزند صحنه 27 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 دقیقه در حالت مستی به خانه استقامتیش آمده در صحن اولی با مراجعت کننده یعنی همسرش زن 44 ساله ساکن دهه برچید به یگان اساس جنجال نموده با آواز بلند داد و فغان حقارت‌های قبیح و ناشایسته نموده با این کردارش ترتیبات جمعیتی را ویران نموده است. در نتیجه شهروند پیروزوف از طرف کارمند شعبه وزارت کارهای داخله در نوع شغنان دستگیر گردیده نسبتش با ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده و از جانب دادگاه نوع شغنان جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب مناقشه زن و شوهر گفته نشده است.